و اما مسئله ریش در قرآن نیست گفتید، در قرآن هست. در قرآن همه چیز هست اصلا و ریش هم هست. الله تعالی در سوره طه آیت 94 میگوید که قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، لا تأخذ بلحیتی. حضرت هارون و حضرت موسی گفتند که از ریش هم نقب، از ریش هم نگیر. و این دلالت میکند که پیغمبرها ریش داشتیان و الله تعالی در دیگر جای قرآن که فبهداه مقتدی، شما با پیغمبرها اقتدا کنید گفت. مادامی که پیغمبرها ریش داشته باشند، الله تعالی ما را امر کرد که به پیغمبرها اقتدا کنیم. این دلالت میکند که ریش در قرآن هست. غیر از این در 40 جای قرآن الله تعالی ما را امر کرد که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حدیث بازگردیم. حدیث هم این تفسیر کننده قرآن است. اوتیت القرآن و مثله معه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قرآن داده شدم و مثل قرآن داده شدم. چه خیلی که در سنن ابو داود با سند صحیح ثابت است.